این دنیا به هیچ کسی وفا نمیکنه. امین مشکی خیلیاتون میشناسیدش و قلباً هم دوستش دارید. امین شوتی بود، یه شوتی معروف زیدانی، کار درست، مشتی، با معرفت. ولی از بعد روزگار دیشب تو یکی از جاده‌های زیدان تصادف میکنه. سری میبرنش بیمارستان ولی عمرش به این دنیا نبود و فوت میکنه. روح شاد، ایشالله خدا هم به خانواده داغدارش صبر بده. ولی میخوام اینو بگم، شوتی بودن به حرف نیست، تاوان داره. امروزا تو این شهرهای ما پر شده از شوتی های جاده ندیده. شوتی بودن، نون در آوردن خیلی سخته. میتونه به همین سادگی یه خانواده رو داغدار کنه. به خدا قلبم درد گرفت وقتی این خبر رو شنیدم. روحت شاد داداشم.